خوبی و ما بد. علی ATH. روز بروز میشه درد روز افزون، شخص مظلوم میشه اصل مضمون، مردمم شدن درگیر حاشیه و کم کم فراموش میشه اصل موضوع. تبدیل شدن همه دوستایم به دشمن، ضریب شخصیت شدن موبایل هوشمند. برای من داشتن مادیات رنجه، ولی نزدیکترین کس مادیات سنجه. میشنوم روزی 100 تا کنایه، حتی برادرم داره ازم 100 تا گلایه که چرا نیست اسباب زینتی در خانه، آبروی ما میره چون حاجی فلانی مهمانه. زن حاجی شروع کرد به مقایسه، از فرش بگی تا سقف بالای سر، ولی از این موضوع گذشتم راحت چون فرقی بین ماست، پول دارا خوبن و ما بد. من از دوشتو که چانسه داشتم، خدا با من مقایسه نکن تو خوبی و ما بد. من پدرم کارمند است ولی پدر تو میلیونر، تو خوبی و ما بد. من لباسم ساخت چین و از تو مارک دیور چون تو خوبی و ما بد. تفریحم سالی یک با غرق است ولی از تو اروپاست چون تو خوبی و ما بد. ما تو بین خود داریم زیاد تفاوت، عدالت اجتماعی و این گپا کجا بود؟ تو 30 سال شده و دست دجب پدر، دست پدر میگیری میندازی دجب نفری. من نه پیشم نفری و نه پشتم نفره، دارم ترس از قانون تو میخری او زره. ما میریم سر کار 6 روز از دفتره، هرچند دفتر داری میری فقط شنبره. بر خود داری یک نور ریاست، ما به تو نمیرسیم تو خوبی و ما بد. بر نان میکشم 100 نور ریاضت، تو از سود نان میخوری چون تو خوبی و ما بد. من از فقر کردم ترک تحصیل، تو دکترا داری چون تو خوبی و ما بد. تو را میبینم میرم تحت تاثیر، تو ما را نمیبینی تو خوبی و ما بد. من از دوشتو که چانسه داشتم، خدا با من مقایسه نکن تو خوبی و ما بد. من پدرم کارمند است ولی پدر تو میلیونر، تو خوبی و ما بد. من لباسم ساخت چین و از تو مارک دیور چون تو خوبی و ما بد. تفریحم سالی یک بار غرق است ولی از تو اروپا چون تو خوبی و ما بد. بر خود داری یک نور ریاست، ما به تو نمیرسیم تو خوبی و ما بد. بر نان میکشم 100 نور ریاضت، تو از سود نان میخوری چون تو خوبی و ما بد.